سلام، دکتر کامیار عرب هستم، متخصص ارتوپدی. امروز میخوایم در مورد 3 واژه صحبت کنیم که جای هم خیلی استفاده میشن: نرمی غضروف، نرمی مفصل، نرمی استخوان. اگه اینا رو بخوایم تفکیک کنیم، یکیشون بیماری نیست. اول در مورد اون صحبت کنیم. نرمی مفصل. نرمی مفصل یه ویژگی که بیشتر اوقات خودشو با عقب زدگی زیاد زانو نشون میده. بیشتر پدر مادرها این موضوع رو متوجه میشن و بعضی وقتا میترسن و به خاطر همین موضوع مراجعه میکنن. بچه‌هایی که نرمی مفصل دارن معمولا کسانی هستن که تو ورزش‌های غیر برخوردی، نمایشی، رقص، ژیمناستیک موفق ترن، اما تو ورزش‌های برخوردی آسیب پذیرترن. نه که نمیتونن ورزش‌های برخوردی فوتبال، بسکتبال، والیبال بازی کنن، ولی اگه بخوان صدمه ببینن صدمات مهمتری میبینن. اما در مقابل این یه بیماری داریم به نام نرمی استخوان. نرمی استخوان اسکلت زانوها رو که نام می‌کنیم انحراف پیدا میکنه به سمت داخل. بعضی وقتا این انحراف به سمت بیرونه. قدرت بازسازی استخوان کاهش پیدا میکنه. اینا کسانی هستن یا کمبود ویتامین د دارند یا مقاوم به ویتامین د که یک بحث کامل، مفصل و جدایی داره. بحث بعدی نرمی غضروفه. نرمی غضروف بیشتر در زانو دیده میشه، بیشتر تو دختران جوونه، بیشتر تو افراد کم فعالیت و فعالیت نادرست دیده میشه. کسانی که پله دارن، کسانی که بیشتر میشینن و زانوی خودشون رو خم میکنن زیر خودشون، کسانی که ورزشای انجام میدن که آمادگی انجام اونا رو نداشتن. مثلا میرن بدنسازی، یه سری ورزشا رو انجام میزنن، اسکات میزنن و آمادگی ندارن. این غضروف مفصل دچار التهاب میشه، دچار اصطلاح نرمی غضروف میشه و دردهای دور کشکک پیدا میکنن که تو بعضی از موارد حتی میتونه فعالیت روزانه فردم مختل کنه. نرمی مفصل در مواردی که میزان عقب زدگی زانو زیاد نباشه درمان نمیخواد. در بعضی از موارد که خیلی عقب زدگی زیاده و حتی ایجاد درد در بیمار میکنه، بهشون کفشایی میدیم که یه مقدار پاشنشو بلندتر میکنیم. موارد نادری هم داریم که به مریضا زانو بند میدیم، ولی اکثر اینا با بلوغ التیام پیدا میکنن و بهتر میشن. ولی بیماری نیست، یه ویژگی، مثل موی صاف و موی فردار. یه ویژگی، کدومش خوبه بحث جدایی. در مورد نرمی استخوان باید اول عامل رو متوجه بشیم، ببینیم کمبود ویتامین داره یا مقاومت به ویتامین د، که این هم خودش 2 تا درمان جدا از هم داره. اما نرمی غضروف مفصل معمولا با تمرینات ورزشی، داروهای ضد التهاب و ترک عامل ایجاد کننده التیام پیدا میکنه. مهمترین قسمت درمان همیشه تشخیصه. اول باید ببینیم تشخیص بیماری چیه و بر اساس اون تصمیم درمان بگیریم. خیلی وقتا ما خودسرانه ویتامین د مصرف میکنیم و این ویتامین د میتونه سمی باشه در بدن ما. از یه حد بیشترش بسیار خطرناکه. و از تمام اختلالات مفصلی که ما داریم، اولین درمان استفاده از ویتامین د نیست. بدونیم در نسل ما کمبود ویتامین د کمتر دیده میشه، چون از مواد پروتئینی بیشتر استفاده میکنیم، از کمبوداش بیشتر آگاهیم، مواد غذایی که ویتامین د داره رو بیشتر استفاده میکنیم. برای همین در مورد بچه ها اولین کاری که میکنیم به اینا ویتامین د ندیم. خیلی وقتا باید چک بشه، اگر سطحش اگه عددی پایین تر بود باید ویتامین د داد. در مورد بیماری نرمی مفصل خیلی نگران نباشین، چون اصلا بیماری نیست، ما اشتباهاً بهش بیماری میگیم، یه ویژگیه. در مورد نرمی غضروف مفصل اولین کار اصلاح رفتاره. مهمترین قسمت درمان تو تمام اینا تشخیصه.